باراز یه خورده برو اونورتر، من تست میکروفون رو بگیرم. آجی یه بارم بعد بریم تو سینما ویدیو بگیریم. بچه‌ها قراره که الان چجوریه؟ سری سر باراز کنیم، نمیدونم اصلا خودش خبر نداره. آره یه خورده برو عقب‌تر. خوبه اونجا. یه شما دختر خانم آروم صحبت کن. آره قراره که رو سری سر باراز کنیم و من میدونم نه نمیگه. رو حرف من حرف نمیزنه. باراز یه دقیقه بیا. جانم. بیا. اوکیه؟ آره اوکیه بیا. یه خواهشی ازت داشتم باراز. تو که رفیق قشنگ منی. فیلم میگیری معلومه میخوای چیکار کنی دیگه. این بچه‌ها می‌خوایم حال کنن، عشق کنن. من دور بچه‌ها بگم. من قربون بچه‌ها میرم. تو این ویدیو عشق منی. میخوام که رو سری سرت کنی. بچه‌ها حال میکنن. باراز جونم. بچه‌ها عشق میکنن. ما بذاری بابا ایدی منو خوبه. بچه‌ها عشق میکنن. به خاطر بچه‌ها. او هر بلایی داره آقا رو سری سرت کن حال میده. باحال میشه. ویدیو خوبی میشه. اوکی اصلا فقط به خاطر بچه‌ام. اوکی آقا. آقا بریم ادامه ویدیو رو با روسری می. فقط بیرون من نمیتونم روسری سرم کنم. همین الان. بابا لام هستم. آقا همین الان روسری سرت کن. به خاطر بچه‌ها. بچه‌ها لایک بدید عمو باراز. قلب مشکی برای عمو باراز. قلب قرمز هم برای عمو بنومه دیگه، خودتون میدونید. بچه‌ها با ما باشید. یوزارسیف وارد شود. یه لحظه. کجا؟ یوزارسیف. این شیپور رو سرت بردار، خیلی هزینه میکنی، مجبورم جفتشو خودم بازی کنم دیگه. بگیر اینو. برو بابا برو، تو هم بازیگر شده واسه ما. بله فرمان روا. اجازه نشستن ندادم یوزارسیف. اجازه بفرمایید. بله فرمان روا. چقدرم قشنگه شکل و شمایلت یوزارسیف، خیلی قشنگه. مال خودتم، ببر استفاده کن. قربونت. دست و بالت یه هلو نه شوگر یه خوشیرین خخ نه شوربات زرم بابا خخ دستمال چی خه داره اولش. با جرأت خدمتکار میخوام یوزارسیف. واو خدمتکار. یه خدمتکار قابل اعتماد گوگلی مگولی خوب داری دست و بالت. من دست و بالم حقیقت کسی ندارم. فیتنسی قابل اعتماد باشه مثل خودت. اگه خودت اوکی یعنی من بشم خدمتکار وقت آزاد داشته باشی خدمتکار من بشی یوزارسیف. من بشم خدمتکار هم بچه خوشگلی هم قابل اعتمادی. یوزارسیف عزیز مصر. بله فرمان روا. قراره که تو این ویدیو شما خدمتکار من بشید. بله. و اگه خدمتکار خوبی بشی و من از شما راضی باشم بله. قراره شما رو یه جایزه خوب، یه شیرینی خوب پیش من داشته باشی. اگه خدمتکار خوبی باشی من برات یه بستنی میخرم. ولی اگه خدمتکار خوبی نباشی تو برای من بستنی میخری یا فهمیدی؟ الان من باید خدنگی تو رو بکنم بعدش برات بستنی هم میخرم؟ بله. اگه خدنگ خوبی ببخشید خدنگ نه، اگه خدمتکار خوبی باشی من برات میخرم. ولی اگه نتونی حق مطلب رو ادا کنی، خدمتکار خوبی نبودی برام باید بستنی بخری. و تو شاید الان یه نیازهای چیزی داشتی. نه اونا نه نیازهای اولیه. من اونا اولیه است. من بشم خدمتکار تو؟ بله. پس سلام علیکم، امیدوارم حال تک تک تو خوب باشه. من برازم و اینم به نامه اومدیم با یه ویدیو جدید. لایک و سابسکرایب و از اینا یادتون نره. بچه‌ها زنگوله زیرشم بزنید و تا ما ویدیو میزدیم شما ببینید. قربونتون برم. دخترک کوشه بغلی، دخترک کوشه بغلی، ابر کمون شیش مسالی، رجوی عاشقش شدم با هم نگایم ولی. خب بچه‌ها بریم که یه دور داشته باشیم با خدمتکار عزیزم. خب خدمتکار در رو برام باز میکنی؟ چیکار داری میکنی؟ آها میخوای عقب بشینم؟ خب با کلاس بیا بابا بیا خدمتکار. اونجا بیا در باز شد. خب یه حس پولداریه اصلا. یه خنده پولداری برم همون؟ برم. خیلی حس خوبیه که آدم راننده شخصی داشته باشه و
با راننده شخصیش بره دور دور. خدمتکار حرکت کن. 26 از شیطون نمیترسیدم، میبستمت پشت ماشین تا خود عوارضی زنی زنی بس چیکار میکردی؟ چیکار میکردی؟ ها؟ چیز؟ بگو. کجا برم؟ عشقم کجا برم؟ خدمتکار چش سفید. ای بابا ما داستان داریم با این آقا. راحت یه دقیقه وایسا. واقعا فرمون الان تو کجاته؟ یه دقیقه فرمون کجاته؟ این خدمتکار منو میخواد پیر کنه تا آخر این مسیر. مراقب باش مراقب باش. اینقدر جا گذاشته میگه راحت باش. تو راحت باش. آره اوکی. مهم اینه که تو راحت باش. آره عزیزم مرسی. حتی بیشتر حال بده. حال بده. تو باید راحت باشی. نه اوکی عزیزم اوکی من اوکی ام. اوکی؟ آره بیا عقب بیا عقب. چیکار میکنی بابا ما رو به کشتن میدی آخرش. همینی که هست. رانندگیت. همینی که هست. فردا همینم نیست. آقا من اصلا خوشم نیومد از رانندگی. برگرد بابا ولش کن. باش. اصلا نمیخوام ولش کن. موتور. بریم موتور سواری بچه‌ها. آخش آره بابا موتور دوست دارم بهت نزدیکتر بشم باراز. نه شما بفرمایید بشین بعد من بشینم اونجوری تعادل نداریم. راستی من نفهمیدم تو برای چی گفتی من موتور بیارم؟ دوست دارم بهت خیلی نزدیکتر بشم. چرا داری من میمالی؟ باراز دوست دارم خیلی بهت نزدیک باشم و به خدا قسم منو به بهونه فیلم گرفتم میاره میگه بیا با هم یه ویدیو بگیر میان میماله منو. برو عشقم برو. حالا شما یه چیزی خیلی خوش میگذره بهم باراز. هم نشد. آهنگ میخوای بعد بخونم؟ آره آهنگم بخونه تا امشب دل من حواسه رو تب کرده عاشق هم بجز این یه چیزی بلدی باراز. آره چی؟ حالا یک دو سه همه بی خیال خودت. شما پسر خانم دستو بزن. نه باراز حال نمیده دور بزن. چرا؟ دور بزن نه حال نداد. چیکارش کنم؟ دور بزن. آی سر موتور سواری حال نداد که. نگو لب تکن عشقم. باراز یه بری بیا برو تو چشمم. بریم بریم برام آشپزی کن. بریم برام یه صبحونه خیلی خوب برام درست کن. خونه رو برام مرتب کن تمیز کن. آقا آره به نظرم اینجوری بهتره. یه سوسیس سرخ مرغ لاتی میخوام برات. بلدی درست کنی؟ آقا خسته نباشی. نوکرت. یه سوسیس سرخ مرغ به ما میدی؟ یه دو تا تخم مرغ بده، یه دونه هات داگ بده. دست در نکن. هات داگش هرچی بلندتر باشه بهتره. یام 69 85. آقا دم شما گرم با اجازه خدا نگهدار. خدا. اینقدر هزینه کن. بچت سوسیس سرخ شکل بعدی گرفتیم. یه گیری بکن تو دهن ونوم. نه خدای بچه خوبیه. خدای ونوم خیلی دوست دارم. خیلی بچه خوشقلبیه. ونوم جون آی بلاو یو. فرمایید. دن درن درن درن. بعد اینکه این خودش کارت ونومه. من هزینه اینه که مرد. بریم برای ونوم یه صبونه یه مشتی. آخ یا شلوغ نکن جلو همسایه باراز. بیا تو ولی سوسیس مناسب تو نیست. بیا تو باراز بیا شیطونی نکن آقا. این چیه رفتی خریدی؟ سوسیس. گفتم هرچی بلندتر باشه بهتره. گفتم سوسیس بگی نگفتم اول هول بگیری که این چیه؟ سوسیس دیگه. بیا برو صبونت رو درست کن. بدو عزیزم اول ما یه ظرفی میخوایم که اینجا اینجوری اینو خورد. باراز خدمتکار از این کارا نمیکنه خجالت بکش. آفرین خدمتکار خوبی باش. اونور مایتا بسونو بردار. اینجا آره ولی جهازش از جهاز ننه ما کامل‌تر جهاز. آره آفرین واقعا شبیه رابرتی شبیه دایشاقه. شبیه داشاقه. آقا اگه من خدمتکارم شما چی نه؟ خدمتکار
آقا تر زدی تو اول. خونه. اول نظافت بعد تو. آفرین. اول ببین کار، اون بعد نظافت. اون ور سطل آشغال بنداز اونجا بیا تو حاجی مشم. من نه تو مشم باید، تو مشم پایین بیا. آفرین بیا. قیافه فراز. خب استاد اینا رو حلقه حلقه میکنی به خاطر قشنگی این جلوه‌ای که داره. اینجوری حلقه حلقه میکنه. خب ما سوسیس‌ها رو خورد کردیم، حالا بریم درستش کنیم. چیکار داری میکنی؟ وایس باراز تو جای اینا رو از کجا میدونی؟ روغن اونجا بود فندک اونجا جاشو نمیدونستم. جاشو نمیدونستی؟ پس کجا فهمیدی روغن اونجاست؟ فندک اون بالا میذارم من. اینا که چیزی نیست، پمپ کولرت هم خرابه. آب همه کجا سرده. از کجا فهمیدی اینا رو؟ صابون گلرتون هم یه ذره بود تموم شد. آره استفادهش کردم. آره از کجا فهمیدی؟ من بد زنم. آفرین داغ شد. گرفتاری شدیم. آقا نخواستم تو واسه ما کاری کنی. حالا باراز حالا من ننم بود با این روغن دستاشو میشه صورت شد. آره اینا تخم بنام چیز، اینا تخم مرغ. تخم مرغ بله. یه پایین‌تر دیگه آقا من مسابقه پرتابی دیسکه. ممنون. ببینم باراز چیکار می‌کنی دیگه. اگه آشپزی خوب باشه استخدامت می‌کنم. مادرای گرامی ببخشید اگه من خارج از دستورات آشپزی یامده هادی یامده. یامردن دویدن اورا. مادرای عزیز اگه من خارج از دستورات آشپزی دارم درست می‌کنم پاشم ندید ببخشید. خب نمیخوای نمک بزنی؟ نمک چرا؟ فلفل. چرا؟ نه. داداش این شبیه درست شد. زایشون چه اینجوری شد؟ نگاه تو رو اول با نمک درست می‌کنم. بابا با جون و دل درست کن. بذاریم پس اینو بزنم بچه‌ها من. بزن. فلفل نمیزنیمش؟ چرا؟ فلفل اون پایینه. دیگه داداش اون که آمدم فلفلی نه فقط روغن چربش کردی. عمو بنو فندکم سرد بود بخوری رو روشن کردی. چربش کردم. آها من با باراز کاری ندارم گوگلیه نگاه. یه ذره دیگه بچه بالی باشه خودم میگیرمش. سفره رو باز کن. بریم سر سفره ببینیم که چی میشه. اینم از صبحانه شاهنشاهی ما. اگه بفرما. به به بفهم به این دست نزن آخر سر الان بخوری قلبت وای میسته. خب تو قلب منی تو باید بچه‌ها میخوایم یه لقمه برداریم امتیاز بدیم به آشپزی خدمتکار جدیدم آقا باراز رو استخدام بکن تو دهنت. یه دقیقه وایسا دیگه یه دونه سوسیس و تخم مرغ یه ذره نمک دیگه امتیاز دادن داره. نه جون من چیزی رفت. خوشمزه بود آقا. خوشمزه است. من به باراز یه از یک لقمه تا هم برای 10 بارزی میدم. میگیری، یه لقمه برای بارزی از اونا میگیری، اینجوری یه لقمه برای خدمتکار عزیزمون بگیریم. خجالت نمیکشی تو؟ بفرما بابا خدمتکار زیاد حرف نمیزنه. الان من اینو بخورم یا بمالم به پوستم؟ اینو بکنم تو دهنم مثلا. بو کنی بیشتر جذب میشه. آره. بو کن. ولی خدای خودمونیم دیگه یه سوسیس تخم مرغ و نمک انتظار چیز دیگه اصلا الان مزه چلو کباب باید بده. اون یه لقمه تموم نشد باراز. نمیتونم قورتش بدم. بخور. آره. بچه‌ها ادامه ویدیو با ما باشید. قراره من اینو بخورم. خدمتکارم بیاد اینا رو جمع جور کنه. نرو خدمتکار. بعد که خوردم میای تمیز میکنی ظرفا رو. خدمتکار باراز اونو ول کن بره من دست نزن به این باراز. به این دست نزن. من گفتی بعد صبحونه میخوریم. آره قربونت میشم میخوریم الان ولی باید بعد صبحونه بخوریم. یعنی برای تو ضرر باید داره. بدیم. برای تو میکنم تو خودم. باش بیا بو گرفت رفت تمام.
باراز جانم یه صلح کنیم من کارت دارم یه چیزی میخوام بهت بگم غیر از هم کاری نمیشه چرا صلح مگه جنگ چشه نه آقا اوکی کاری ندارم اصلا چرا نمیدی به من الان بهت توضیح میدم اجازه میدی ببین باراز این یه نوشیدنی الکلیه تو نمیتونی اینو بخوری تو همینجوری انرژیت بالا چشار تو همینجوری یعنی اینجوری بخوری اینجوری آره همه چی دوتا میبینی بعد ببین این چون اینجا W داره V داره این الان ودکاه درصد بالا داداش تو الان خدا رو شد که نداره مگر نه چیز دیگه آره ببین این الان تو بخوری انرژی اصلا دیگه تو رو نمیتونیم از برق بکشیم همینجوریش من دکمتو میزنم پاموش نمیشه باراست حالا چون پسر خوبی هستی خدمتکار خوبی هستی الان یه کوچولو یه سبک برات میریزم یه کوچولو میریزم بخوری دیگه فقط وایسه یه دقیقه اون تو من بود اون آخه از سبینو کردی تو خودت بابا خودم سگ میده آره ولی من چی احساس اوکی نمی‌کردم هیچ مشابه خانواده هم باشه من چی احساس آره داداش میدونم کالیبرت یه ذره چیزه تو آره. آره خب مشکلی نداره باز میکنیم خدمت باز کن برید بخورید وایسا خب سلامتی ننم ننم چه بچهش فرزند منم پیدایش منم. چقدرم چیزم آدم خوبیم بریز زیاد حرف نزن همه رو بریز من یه کوچولو واسه خودت بریز من جنبم بالاه تو رو میگیره باراز تو رو این میگیره ببین این چیز منم بلند نمیکنه این حالا میبینیم دیگه قلب بچه‌ها. منم چیزم ادامه ویدیو میبینیم همین کدام بخوریم ببر زیر فیس میگن از خوردن شیاف کردن خیلی زود تاثیر داره آقا بیا اینجا پیک اوله جمع ساقلقنا نوکرتم تا ابد من نگو من آدم متولد ماه تیرم بگو من یه آدم خیلی شبیه بدم بعدم برو بریم آقا چرز سلامتی خودتون این هم نوشابه انرژیزای بچه ها فکر بد نکنید من گفت این الکل بخور نه برای تو الکل آها برای تو اونی که تو لیوان من ریختی الکل آره ای داره چکون ولی منو روش. نمیگیره آره حالا میبینیم ادامه ویدیو منو میبینیم بریم بخوریم بریم 3 2 3 2 1 بارو رو پایین بره اینا چه منو نمیگیره جاست تو باراز دلبرم بسی مالشی دست من دارم بگلشی دلگنیری ها خلش شقدر نشوناده بشی دست تکوناده تو داینی نازا افاش دلبر چشمون آقا منو نگاه کن این چند تاست باراز این چند تاست فکر میکنم منو گول زدی پول دارم چرا تم انرژیزا میداد تنم اینا میداد میگم منو نگرفته الکی برای معلومه آره خب بریم آقا بریم. آقا چالش بعدی چی بود؟ به من گفتی موقع اینجا که داشتم الان تو ظرفا رو میشوری قربونت نه اونجا که داشتم خب. غذا درست میکردم به من گفتی که آشپزخونه کثیفه آره آشپزخونه رو باید تمیز کنی اینا رو جمع کنی قشنگ خونه رو حمال مرتب گیر کنی. آوردی دیگه آره دیگه امروز قرار حمال من باشه از اینی که با من خیلی روکی ممنونم خواهش میکنم قشنگ خونه رو بروز برق بنداز خونه رو بعد خونه کار دیگه میخوای با من بکنی نه کاری باید نمیکنم تو مثلا لغت بزن آشه دهنسوزی نیستی بالاست بابا از مرد لباسم رد شد کشورگشایی کن بابا مشی بنازم بده شیش خب بریم بچه‌ها با ما باشید ما میخوایم ظرفا خونه رو تمیز کنیم بشید. یعنی باراز تمیز کنه و بریم منو ببره دور باراز قرار شد که خدمتکار خوبی باشی و خونه رو تمیز کنی بله بفرمایید بعد تمیز کردن خونه باید اول پرش پام سپس باید دایره لغات تو من پرش پام بچه پر رو گو بدو ای درست لول کن بدو خدمتکار خوبی باش
تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت وقتی روشن وایسا سکه بنداز سکه بنداز دیری 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 سکه بنداز سکهش تموم شد بچه یه بار دیگه دیری تو سکه این خیلی بده. خب بچه ها بریم موتور سواری با خدمتکار جدیدم. حس خیلی خوبی داره آدم یه خدمتکار داشته باشه، واقعا خوبه. ماشین سواری ببره و خیلی کار دیگه انجام بده. بریم؟ آره بیا آقا جاپایی تو باز کن، جاپایی تو باز کن. خدمتکار جدید گرفتم هرچی آفرین پیاده شد، خیلی محترمانه. جاپایی رو باز کن. آها خیلی اون یکی جاپایی رو باز کن میزمت. خب وایسا بریم. خیلی آروم برو، دوست دارم لذت ببرم از موتور سواری با راست. دوست دارم نه یه خورده تندتر آفرین. یه ذره دیگه یعنی ببین خدمتکار میافتادم زمین پامو میکردم تو ته پامو میکردم پهنه تو دهنت. خب خیلی ایمن برون آقای خدمتکار، خیلی ایمن رانندگی تو کن. بچه اجازه بدید من این میکروفونمو جابجا کنم بذارم. اصلا میکروفون من روشن هست؟ میکروفون خدمتکارم هم فکر کنم روشنه. و اینکه خدمتکار جان خیلی ایمن برون. خب هر وقت فشار میدم. این چه رفت تو من؟ بکش بابا آروم باش، بکش برو. آروم باش. بشین کاری ندارم. اینقدر به من شک داره. بشین. نه اونجا نشین. خدمتکار سمت چپ. خدمتکار چپ. اینجا من راهو تعیین میکنم. تو تعیین میکنی؟ نه چپ. تو آفرین. بپا خدمتکار. بپا. زور میگه حرف تو خدمتکار کنه. رفتیم تو بیرون. ساکت. آقا اگه دوست داشتید میتونم خدمتکارم بفرستم شما رو هم ببره دور. اگه دوست داشتید کلمه خدمتکار رو کامنت کنید. یه لایک نشون بده که موافقید. آره اگه بچهای خوبی باشید حمایت کنید خدمتکار رو میفرستم دنبالتون ببره شما رو دور. بزن بغل اینجا. بزن بغل بابا. بغل. میدونی من حس میکنم یه خورده بدن درد دارم، اصلا حالم جدیدن خوب نیستش، یه خورده اینجام درد میکنه. میخوام ماساژم بدی خدمتکار. الان؟ بله همین الان. اینجا؟ بله. میکروفونم روشنه؟ بله. بالا. آخیش. حاجی حس میکنم الان یکی انجلسی هست مونه دارم ترتیب کنم. آره واقعا همین. آره. آقا حواست باشه میکروفون رو خراب کردی خدمتکار. اوکی. خب آقا موتور خدمتکار رو گرفت. میخواد که پیاده شو از اون ور بعد بیاد. پیاده شو بابا از اون ور. باشه از این ور. سویچ موتور رو حالا بده من. چی شد؟ خب قراره که من با موتورت برم و غلام بچه بیفته دنبالم. دوبار تو غلام بچه دیگه خدمتکاری باید بیفتی دنبالم. استارتت خاموش بود؟ موتور داری آره؟ کاتاف میزنم. نه روغنش باید عوض کنم. زیاد حرف بزنی کاتاف میزنم. بله شما درست. بله. حیف که موتورم زیر پاسه. ببین بچه‌ها حیف که موتورم زیر پاسه. قرار خدمتکار بیفته دنبالم. یعنی تو سرویس می‌کردم. یاد حرف میزنه. بابا کجا داری میری؟ کجا؟ اگه میتونی بیا. کجا داری؟ کجا داری میری؟ خدمتکار باید اینجوری باشه. باید بیفته دنبالم. بیا خسته شدی. بچه ها ما
ویدیوی امروزمون رو گرفتیم و به پایان رسید. یعنی با بدبختی تونستم راضیش کنم روسری رو بیرون در بیارم. آبروی منو داشت میبود. نمیذاش که میگم من فقط خونه رو سری میذارم. بچه حقیقتا من از رانندگی باراز، از خدمتکار بودنش، ماساژ بهت دادم. ماساژ داد، از همه چیش راضی بودم و در کل خوب بود، خدمتکار خوبی بود، خدمات خیلی خوبی میداد و البته وفا دیگه، چون واقعا تمیزکاری کرد، ظرفا رو شست، غذا درست کرد، منو برد بیرون. درسته ماشین سوارش خوب نبود، رانندگیش خوب نبود، اما من راضی بودم. بله. حالا بریم اینجا، این بغل وایسا، یکی از بستنی فروشی‌های خوب منطقه‌مونه. آوردم بدم بستنی بخوره. میگن یه نصیحت هم بذار بکنم به بچه‌ها بگم. بچه‌ها میگن اگه وارد رابطه میشید، همون قرار اول دوستتون رو ببرید بهش بستنی بدید. حالا بقیه‌شو خودتون میدونید. چرا؟ خدا. اصلا نمیخوام بخدا. آقا با ما باشید، ویدیوهای بعدی هم ببینید. لایک اگه دوست مشکی، داشتید، امو لایک لایک و قرمز کامنت و ساب هم یادتون نره بچه‌ها. خدافظ. خدافظ.